هیچ خیلی پدری زیبا بوده. تو شما پدر هستی؟ بچه‌ش چی میگه؟ میگه بچه‌م میخوای که من تو راضی باشم؟ میخوای که من در حق دوی خیر کنم؟ ببین شرط پدر چیه؟ نمازات بخوان. نمیگه بچه‌م من در همین یگان شرایط امکانیتی خوب که دعات میتونم. ببین میگه بچه‌م دعای من در کارته، راضیگی من در کارته، نمازات بخوان، من از تو راضیم. دویم چیزی که لقمان بچه‌ش میگه کجایی ده بچه‌م شیشتی امر معروف نهی منکر کن. بعد از آن چی گفت بچه‌م وقتی که این کارها را که انجام دادی در دنبال این با مشکلات و خطرها هست. واصبر بچه‌م صبر. شاید پاداشی